در روزهای تاریک، تو کوچه پس کوچه های زندگی، وقتی به بنبست میرسیم، وقتی از همه دنیا میبریم، وقتی حتی اطرافیانمون هم ترکمون میکنن، فقط یک ندا میتونه ما رو دوباره به زندگی برگردونه. ندایی که اگه باورش بکنی ناممکن‌ها رو ممکن می‌کنه. ندایی که اگه باورش بکنی ناممکن‌ها رو ممکن می‌کنه. دوستان عزیز و بینندگان محترم، سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما. این رو از همین ابتدا بگم که در محبت خداوندمون عیسی مسیح همه شما عزیزان رو با تمام وجود و قلب دوست داریم. تشکر میکنم برای حمایت‌های شما، برای دعاهای شما، برای این برنامه که با ما هستید و ما نیز همچنین با شما. و خوشحالی من این هستش که بتونیم به هم دیگه امید ببخشیم. برای همین هم هستش که این برنامه هست ندای امید. برنامه‌ای که بتونه واقعا افرادی رو که ناامید هستن امید ببخشه، اما از طریق قوت و قدرت خداوندمان عیسی مسیح. من هم اینجا هستم برای 60 دقیقه در خدمت شما با یک موضوع دیگه که ادامه موضوع برنامه هفته گذشته هستش به عنوان من کیستم، اما در راستای شخصیت من، مردم چی میگن، و این خیلی اهمیت داره و اهمیت آن رو در برنامه بیشتر و بیشتر باز خواهم کرد و در برنامه‌های دیگه تا متوجه بشیم که واقعا چقدر این موضوع برای امروز زندگی ما دارای اهمیت است. همونطوری که میدونید برنامه زنده هست و از هفته‌های گذشته هم در فیسبوک برنامه به صورت زنده این برنامه رو داشتید، اما امشب متاسفانه یه اشکال فنی داریم که برنامه رو به صورت زنده نمیتونید در فیسبوک داشته باشید، اما به فیسبوک برنامه مراجعه نمایید. بعد هستش ندای امید نقطه 107 پارس و میتونید نظرات خودتون رو، کامنت های خودتون رو بذارید و ندای امید 107 پارس 107pars.com. ببخشید من اصلاح کردم و من عذر میخوام از این. خوبه که خود من هم بهتر تمرین بکنم، هیچ اشکال نداره. پس نظریات خودتون رو میتونید در فیسبوک بدید و با ما در ارتباط باشید. اخبار ندای امید رو در اونجا مشاهده بفرمایید و همچنین به دوستای دیگرتون مثلا شیر بکنید و خبر بدید که این برنامه واقعیتش هست. و مطمئن هستم که میتونید از طریق تلفن برنامه با ما تماس بگیرید و میتونید نظریات خودتون رو بدید. تمام این اطلاعات زیر صفحه تلویزیون شما پخش میشه. از طریق نوشتار با وایبر، واتساپ و تلگرام میتونید با ما تماس بگیرید. همچنین میتونید صدای خودتون رو از طریق این میدیاها و اپ‌ها ضبط بکنید. یه چیزی رو ضبط بکنید و برای ما بفرستید و عزیزان روش کار خواهند کرد و اون رو به ما خواهند داد تا همه ما به هم دیگه بتونیم بهترین رو برای شما عزیزان ارائه بدیم. تا چند لحظه دیگه موضوع برنامه رو شروع می‌کنیم. با ما باشید لطفاً. خب دوستان عزیز، خوش اومدید به برنامه و اجازه بدید دیگه برنامه رو ما شروع بکنیم و خاطرتون باشه این برنامه ندای امید هست و سعی میشه از تمام جوانب هر موضوعی رو که ناامیدی به وجود میاره رو با همدیگه بررسی بکنیم. آنچه که در یافته‌های شخصی خودم بوده و آنچه را که متوجه شدم با دوستان دیگر صحبت کردم، عواملی وجود داره که در این بسته‌ای که امید، خدا این امید رو در وجود ما گذاشته، آنها رو خدشه‌دار بکنه. و در هفته گذشته دیگه من تمام موضوع رو نمیگم، شما میتونید اون رو در فیسبوک و همچنین یوتیوب برنامه نگاه بکنید و در یوتیوب هم میتونید بنویسید ندای امید با میلتن و این برنامه در اونجا برای شما خواهد بود. اما اجازه بدید که من در همین ابتدا یه عرض مختصری به شما و ایده مختصری از برنامه‌هامون بدم که از طریق ببینید آسیب‌هایی که ما دیدیم بعضی وقتا خودمون رو معرفی می‌کنیم که خب این طبیعتاً اشتباه است، ولی شاید ما نمی‌دونیم واقعیتش این ممکنه اشتباه باشه. متوجه شدیم که تعریفی که از خودمون می‌کنیم شغل ما نیست. من مجری برنامه هستم، این تعریف من میلتن نیست، این کاری است که من دارم انجام میدم. محل تولد من تعریفی برای من نیست. شما کی هستید؟ من بچه پایتخت هستم یا بچه شهرستان نیستم و خودم رو شاید بالاتر ببینم و مال قصبه نیستم و این تعریف نیست.
یا از چه خانواده‌ای بازم برای من تعریف وجودی و انسانی من نیست. من میخوام اینا رو بگم به خاطر اینکه متاسفانه خیلی وقتا ما خودمون رو اینطوری تعریف میکنید. من کی هستم؟ مثلا من شاهزاده هستم. اون اصلا شخصیت من در اون شاهزادگی و یا فقر و بدبختی و هر چی که باشم نیست. آنچه که در این برنامه صحبتش رو میکنیم که در ابتدا انسان کیست رو صحبت کردیم، نظر من اینه که بدونیم که من یک انسان هستم، از ساخته شده و آفریده شده، نسل به وجود آمده آنی که بهش میگن آدم و از حوا. اما رسیدیم به این مرحله چون که آدم سقوط کرد و بعد ببینید زندگی واقعا چیه. توضیح دادیم که زندگی نیست که از صبح پاشی صبحونه بخوری، فکر بکنی، اگر دیشب فیلم خوبی دیدی شاد باشی و بعد روزتو ادامه بدی و در طی روز بالاخره 1001 کار پیش میاد، ناراحت میشی، بعد برمیگردی به خونه سر زنت داد میزنی یا باعث خوشحالیش میشی یا بر شوهرت و این زندگی نیست. زندگی دارای یک هدفی است. اما در همون راستا خب باید من ببینم که در انسان بودنم، در این زندگی من کی هستم، خودم رو کی معرفی میکنم. پس باز میبینیم که این مورد هم نیستش، چون که چه بسا ممکنه من از یک خانواده درهم، خانواده طلاق باشم به عنوان مثال. حالا خیلی ساده، چون من همیشه رک حرف میزنم، اینو به شما عرض بکنم که خود من هم از یک خانواده هستم که درش طلاق بود. من فرزند طلاق هستم، ولی نمیتونم خودم رو معرفی کنم که من میلتن فرزند طلاق هستم. اون نیست، اون یک آسیبی است که به من رسیده. پس من کی هستم؟ و ما متوجه شدیم و دیدیم که عزیزان دیگه هم ما رو کمک کردن در این راستا، نظریات خودشون هم دادن. این برنامه برای شماست که شما ما رو کمک کنید نظر خودتون رو بدید. یه موضوع دیگه که میتونه در این مورد هم یه مقدار ما رو به چالش و فکر واداره اینه که آیا فرهنگ من شناسایی منه؟ آیا ملیت من، رنگ من، نژاد من، حتی مذهب من شناسایی منه؟ آقا شما کی هستید؟ من میلتن مسیحی هستم. مذهب من هم شناسایی من نیست. آن چیزیست که برای باور دارم. فرهنگی که درش بزرگ شدم، من که اون فرهنگ رو درست نکردم، که ساخته شده بود، حالا چه اشتباه چه درست، ولی درش بزرگ شدم. رنگ من چیکار کنم که جز از این 4 تا رنگ یکی رو به من به ارث رسوندن؟ این شناسایی من نیست. و اینجاست که عزیزان اتفاقا با توجه به این مسائل هست که آسیب‌های زیادی می‌خوریم. آسیب از نظر فرهنگ، آسیب از نظر این که ملیت تو اونه و بعد 1001 تا دیگه. و من متاسفم بعضی وقتا هم در این موردها چقدر جوک‌ها ساخته میشه. درسته؟ نژاد تو اینه، تو اقلیت هستی، نه تو اکثریت هستی و 1001 تا چیز دیگه که ببینید اینها خدشه‌دار ساخته و میسازه و نهایتاً منو به طرف ناامیدی میبره. اگر من امروز بتونم اینها رو درک بکنم که نه، اینها مسائلی نیست که واقعا به اونها امید ببندم، بلکه خودم رو بشناسم، چون که به اصطلاح اون ضرب المثلی هم هست دیگه، تا خودم رو نشناسم خدا رو نمیشناسم، و جالب اینه تا خدا رو نشناسم خودم رو نخواهم شناخت. پس اینه که در این راستا باید واقعیتش فکر بکنیم. مخصوصا من میخوام در مورد فرهنگ صحبت بکنم که خیلی خیلی اهمیت داره. اگه بخوایم خیلی خلاصه تعریف کنیم، فرهنگ چه یک مجموعه گرانقدری است از علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی، ادبی، اینا همش یک ملیت، یک قوم رو به اصطلاح میسازه، شکل میده. آنچه که امروز به معنی فرهنگ به کار میگیریم، آیا در چنین خصوصیات تعریف زندگی من میگنجه؟ وگرنه غیر از اینه که من ممکنه خودم رو گم کرده باشم در این. یک بیتی هستش خیلی زیباست، من میخوام این بیت رو به شما بخونم. میگه نیست فرهنگی اندر این گیتی که نیاموخت از شه آن فرهنگ، یعنی از کسی اونو ساخت. فرهنگ و میراث فرهنگی رو درسته باید حفظ کرد، ولی یه خود فکر بکنیم آیا من کورکورانه باید این فرهنگ رو همینطوری ادامه بدم؟ لطفا من یه پرانتز باز کنم، نگید که دیدید بردر میلتن رفت اون ور دنیا، حالا نظرش فرق کرد. اون ور دنیا این ور دنیا نداریم عزیزان.
به قولی هر جا روی آسمان همان رنگه، زمینش بله فرق میکنه، ولی واقعیتش این نیست که من به خاطر یک فرهنگ کورکورانه اگر اشتباه همونطوری ادامه بدم و نهایتاً منو ناامید بکنه. چرا؟ چون که بعضی وقتا در این فرهنگ‌ها یه چیزهایی میشنویم که آدمو میدونید واقعا ناامید میکنه. میدونید فلانی در غرب به دنیا آمده، تحصیلاتش در لندن بوده، از آمریکا پزشکی نمیدونم اینو گرفته، مهندسیشو اینو گرفت، از فلان دانشگاه، حالا این در رابطه با مثلا تحصیل کرده هاست، در نمیدونم اون شهری که خیلی معروفه به دنیا آمده. ما در شرق بودیم. ببینید اینطوری کار نمیکنه، چون که این هست و برای چون که این هست ما رو چیکار میکنه؟ ما رو به این مرحله میرسونه که ناامید بشیم. چون که من اونجا به دنیا نیامدم، چون که من در یک خانواده فقیر به دنیا آمدم، چون امکانات نبود، امکانات کشوری نبود، فرهنگی نبود، سیاسی نبود، من طعمه اینها قرار گرفتم، پس من یک شخص ناامیدی هستم. اما من به شما بگم که اینطور نیست. من و شما نباید برای این چیزا ناامید بشیم، به خاطر اینکه اگر من خودم رو بشناسم میشم من بالاتر و والاتر از آن چیزی که فرهنگ داره صحبتشو میکنه. در بسیاری از فرهنگ‌ها اگر خودم رو بر حسب عادات آن فرهنگ مطابقت ندم منو خار خواهند شمرد. من یه چیزی عمده و اساسی میخوام از شما بپرسم، میخوام نظرتون رو، اگر تلفن دارید همین حالا زنگ بزنید بگید عالی میشه، اگه نه در فکرتون جواب بدید، ولی میتونید اون رو در اشتراک بذارید با ما. شما فکر میکنید آیا خدا یک شخص رو یا یک قوم رو یا یک ملیت رو، یک اقلیت رو مثلا نجس میآفرینه؟ چی فکر میکنید؟ نجس منظورم اینه که باید دوری کنی از اونها میآفرینه؟ آیا کار خدا اینه؟ خدایی که در آفرینشش گفت نیکوست 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 و بعد که روز ششم رسید به آدم گفت بسیار نیکوست، آیا میتونه یه چیزی رو اینطوری بیافرینه و بعد من در اون شریک بشم بگم که این انسان، آن شخص نجسه؟ ببینید وقتی که به من اینو بگن طبیعتاً من ناامید خواهم شد، ولی اگر بدانم من کی هستم، اگه بدونم شخصیت من چیه، اگه بدونم آنی که خدا آفریده در ساختارش قرار بگیرم، این حرفا هست، اما این حرفا اثرگذار نخواهد بود. به خاطر اینکه ببینید من چیزی رو دارم میگم که فکر میکنم از یه نظر واقعیتش هست. ما هر روز در چالش هستیم. حتی اگه در یک شهر زندگی میکنیم ممکنه یه نفر به شما بگه که اون شخص جنوبیه، من شمالیم، من در اون قسمت زندگی میکنم، ایشون در این قسمت زندگی میکنه. شما چی فکر میکنید عزیزان؟ درسته که فرهنگ به هر حال درش تبعیضات خشک و خالی و تبعیضای غیر انسانی و کچفهمی‌های مختلفی وجود داره. فرهنگی که انسان‌ها رو تقسیم میکنه، فرهنگی که انسان‌ها رو حتی بر حسب مذهبشون، باوراشون تقسیم میکنه. من کی هستم که بیام یک نفر دیگر رو به خاطر امید و باورش سرزنش کنم و ناامیدی رو در وجود او بگذارم؟ درسته که فرهنگ مربوط میشه به اجتماع و اجتماع میشه چی؟ ارتباطات. ما نمیتونیم با هم دیگه در رابطه نباشیم. همین حالا این برنامه با شما در ارتباطه، شما میتونید با ما در رابطه باشید. همونطوری که شما میشنوید یه نظری رو میبینید که میگی نه من یه نظر رو قبول ندارم، بسیار عالی، خیلی خوبه، عالیه، دعوا نداریم، ولی ما میتونیم خودمون رو ببینیم کی هستیم. نظر شما چیه در این مورد عزیزان؟ در این صحبتی که کردم میخواید یه خود فکر بکنید. من مطمئنم که شما هم در این مورد نظر دارید. اگر نظر خودتون رو بدید من خوشحال میشم واقعا. اما اجازه بدید با هم بریم و مصاحبه رو بشنویم و نظرات شما رو بشنویم و برمیگردیم باز به برنامه. حرف دیگران که خب نشون دهنده شخصیت من نیست. در واقع این رو شاید شنیده باشین که میگن انیشتن یک بار تو جایی بوده و لباس خیلی در واقع خیلی لباس ترتمیزی تنش نبوده، ولی
بهش میگن بابا تو دانشمند قرنی، باید بالاخره خب درستابی لباس بپوشی تا مردم بفهمن تو کی هستی. میگن مرد خود برمیگرده میگه که اون کسایی که منو میشناسن که خب میشناسن میدونن که من کی هستم، اگرم کسی میخواد منو بشناسه بهتره که با من رابطه داشته باشه. البته خب شاید واقعا حالا این یه داستان باشه، ولی در گفتار در جمله اگه آدم دقت بکنه میبینه که واقعا برای اینکه شخصیت کسی رو بشناسیم بهتره تا با طرف رابطه داشته باشیم تا بدونیم واقعا کی هست و چه شخصیتی داره. به نظر من شخص حکیم اینه که اگه میخواد یک نفر رو بشناسه مستقیما با خود اون شخص تماس بگیره، چون برداشت افراد از شخصیت یک نفر گوناگونه، هر کس به یک نوعی برداشت میکنه. اگه یه آدمی که مثلا آدم جدی باشه ولی آدم خوشرو و خوشقلبی هم باشه، یه نفر ممکنه بگه این جدیه مثلا تندخوه یا این جدیه بی محبته. نه، من اینو قبول ندارم. من خودم اگه یک نفر رو واقعا ببینم که خیلی علاقمندم این شخص رو بشناسم، میرم مستقیم با خودش حرف میزنم، سعی میکنم در یه حدی بتونم نزدیک بشم و بفهمم که این شخص کیه. فکر میکنم تا یه حدی واسه شناخت آدما خب یه تعریف کلی دیگران میکنن، ولی فکر میکنم که اگر منو بشناسن و با هم در ارتباط بشن ممکنه خیلی بهتر بشناسن 100%. ولی خب کسایی هم که منو از دور میشناسن اگر از من چیزی گفتن تا یه حد خیلی زیادی نسبت به من درست بوده. ولی خب ترجیحم اینه که آدما منو ببینن، بشناسن. مسلما رابطه برقرار کردن با آدما بهشون قضاوت صحیح تری نسبت به دیدگاهشون نسبت به آدما میده تا اینکه بخوای از تعریف دیگران بشنوی. به نظر من شخصیت هر انسانی در وجود هر انسانی دیگه میخواد انعکاس پیدا کنه. رفتار و منش و برخورد و حالا میتونه محبت ازش سرایت کنه، مثل روان باشه، مثل موج، مثل رود روان باشه. اون محبت میتونه اون رفتار شخصیتش متانتی داشته باشه که دیگران متوجه میشن و میتونه اون رفتار شخصیتش عشق کردن، عشق ورزی کردن باشه به اطرافیانش که مملو میشه از این که تو در کجا قرار داری، نه اینکه حتما رابطه برقرار باشه در رابطه دوستی که کسی تو رو بشناسه. در دیدگاه و نظر اون اشخاص یا مردم که داری توی این اجتماع زندگی میکنی تو چی هستی، رفتار تو، منش تو، نگاه تو اون نقاشی و بومی هستش که خودت برای خودت ترسیم کرده ای و همه اون نقاشی رو میبینن. خب بینندگان عزیز، شنیدیم از تعدادی از شما عزیزان، اما واقعیتش میخوایم که از خود شما هم در برنامه زنده بشنویم. شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا تایید میکنید صحبت‌ها رو یا انتقادی دارید؟ هیچ اشکالی نداره انتقاد داشته باشید، هیچ ناراحتی و نگرانی درش نیست، چون که ما میخواهیم همینها رو به هم دیگه یاد بدیم عزیزان. من باور دارم این موضوعات باعث ناامیدی من میشه. حالا چه اهمیتی داره من ناامید بشم؟ ببینید وقتی که ناامید بشم مجبورم برای خودم امیدی پیدا کنم، مجبورم یه چیزی رو بیارم جانشین کنم که باش خوش باشم. من جمله اعتیاد به هر چیزی. اعتیاد فقط مواد مخدر نیست. متاسفانه ما در ایران فکر میکنیم وقتی که میگن اعتیاد و معتاد یعنی یک شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه و در کنار خیابان افتاده. حتی ببینید در این مورد هم خدمتتون عرض بکنم، در متاسفانه خب ما به هر حال خیلی چیزای عالی زیبایی داریم، ولی در جامعه ایرانی ما، خودم هم که به هر حال در این مشکل بزرگ بودم، ما افراد محترم، ببینید من دارم اینو میگم، ما افراد محترم و عزیزانی را که معتاد هستند، شاید شما نشنیدید، اونا عزیزن، اونها انسان هستند و به هر حال به اونجا رسیدن، به خاطر ناامیدی‌های زندگیشون به اونجا رسیدن. من باور ندارم کسی دوست داشته باشه هر روز توی رگاش تزریق بکنه و بیفته گوشه کنار خیابون و شاید هم آرزوی 10 بار هر روز مرگ رو داشته باشه. یه اتفاقی افتاده و ما میخوایم همین رو پیدا کنیم در جامعه ما، مخصوصا به افراد معتاد مخدر سنگین رو. ببینید یه خود صادقانه صحبت کنم، آدم به حساب نمیاریم. چرا به آدم به حساب نمیاریم؟
وقتی که من آن شخص رو بگم که نه بابا اون اصلا به درد نمیخوره، من آن شخص رو در انزوا قرار میدم. من دارم میکنم، اجتماع داره میکنه، فرهنگ داره میکنه و آن شخص خود به خود دارای انزوای شخصی خودش گم شده در زندگیش هست. حالا وقتی که منم دارم اونو کمک میکنم، هلش میدم به طرف این انزوا، امیدش رو کاملا از دست میده و میدونی چه اتفاق میفته؟ من باعث میشم که اونو به جنایات و جنایت‌های مختلف بکشونم، به خاطر اینکه میخوام از خودم جدا بکنم، به خاطر اشتباهی که کرده. ولی اگر بیاییم نزد داور، نزد قاضی آسمانی، اگر او بخواد شما و منو داوری کنه، کیه که بتونه بیسته؟ کیه که بتونه بیسته؟ آن وقت آیا من میتونم بگم که نه من بهتر از اون شخص هستم؟ از کجا میدونی که آن شخص عالی بود ولی به خاطر خیلی مسائل مختلف به اعتیاد کشیده شد؟ باز میبینیم که عزیزان مسائل فرهنگی، من و شما در این ارتباط خیلی خیلی مهم هستیم و بعضی وقتا ما درگیر همین موضوع این که حالا من از خودم چه تعریفی رو دارم، اگر متوجه بشم که من یه پله رو میبینم که رفتم بالا، حالا اگر اینجا ببینم دیگران از من چه تعریفی دارن، معلومه که همه دوست داریم که از ما دیگران مخصوصا خوب تعریف بکنن، لباس خوب بپوشیم، خوب تعریف بکنن، تحصیلات بکنیم که بگن تحصیل کرده است، به هر حال اعمال جراحی بر صورتمون انجام بدیم، هیچ اشکالی نداره، اما تا بگن خوشگل‌تره، خوش‌تیپ‌تره. من نمیبینم که شخصیت ما در لباس ما باشه. خب بعضی از چیزهایی هستش که شاید در راستای گفتاری کجا میگیم اشتباه باشه. لباس همیشه معرف شخصیت من نمیتونه باشه. من یه مثالی بزنم. یه روز نوبت نظافت کلیسامون بود و من و شمیران همسرم نوبت نظافت ما بود. اگه بخواید بگید مگه خادمینم؟ بله، خادمین برای همه اسمشون خادمه، باید در اون برنامه اتفاقا شریک باشن، حداقل در جایی که من خدمت میکنم. و کار ندارم، من داشتم بیرون رو جارو میزدم و تمیز میکردم برگ و مرگ ها رو و بعد یه آقای اومد و وارد شد، بعد سلام داد، ایرانی بود. منم گفتم سلام. گفتش ببخشید شما در این کلیسا هستی؟ گفتم بله، بفرمایید. گفتن که من میخوام با آقای کشیش کلیسا صحبت کنم. گفتم بفرمایید، داری صحبت میکنید. یه نگاهی کرد به من، بعد فوری هم به اون جارو نگاه کرد و بعد منم لباس بالاخره معمولی با کت شلوار که نمیرم اونجا جارو کنم نگاه کرد و بعد گفت نه با آقای کشیش کار دارم. گفتم بفرمایید، خودم هستم. ببینید لباسی که من در اونجا بودم معرف شخصیت کاری و من بود از دید ایشون، ولی آن لباس نمیتونه بگه که من کی هستم. معرفی من کی هستم در عمل من، فکر من، راست بودن من در ساختار راستای کلام خداوند، آنچه را که عیسی مسیح فرموده باشیم در محبت به انسانها و دیگران. ولی تعریف دیگران باور میکنید که تاثیرگذار هست بر زندگی شما و من. همین دور نریم از یک خانواده صحبت کنیم، از پدر مادری صحبت بکنیم که از همون ابتدا چون که پسر همسایه خیلی زرنگ بوده و حالا امکانات خوبی داشته، رسیده مثلا به یک مدرسه خوبی از همون کوچیکی داره درس میخونه، بعد فوری برمیگردیم به پسرمون دخترمون میگیم که نگاه کن به سر همسایه، ببین چی شد، از تو آدم بیرون نمیاد. خب این اولین چیز ناامیدی است که در یک خانواده که یک واحد اجتماعی است، یعنی از دیگران داریم میشنویم. بعد از همسایه چی میشنویم، از اون چی میشنویم، مسخرمون میکنه، یکی دماغش بزرگ 1030 تا نه 35 تا جوک بهش میگن، نمیدونم چه بدونم، شما بگید. ببینید ما در اجتماع زندگی میکنیم و درگیر این مسائل هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من خودم رو بشناسم، هیچ وقت انسان دیگر رو، هم نوع خودم رو، به خاطر باورش، ایدهش، مذهبش، جنسش، هرچی وجودش، فلج بودنش، اصلا از نظر منتالی فکر عقب افتاد، من محکومش نخواهم کرد، بلکه باید آنی رو بکنم که خداوند در زندگی ما کرده که فرموده است همدیگر رو محبت کنید. حکم بزرگ خداوندمان عیسی مسیح، زیرا او ما رو محبت کرده. من یه مثالای دیگه هم بزنم در اینجا در مورد
عدم شناسایی درست از شخصیتمون، از اعمال نادرست و غیر انسانی که دیکته شده برای ما. این رو به خدمت شما بگم چون که خود من در آن زمان، حالا امیدوارم که حالا نباشه، ولی در آن زمان برای خودم میگم و لطفاً خواهش میکنم که فکر نکنید من میخوام بدگویی بکنم و غیره. نه، چیزاییست که ما درگیرشیم. به عنوان مثال ببینید اجتماع بود که و هست بعضی وقتا به شما من دیکته میکنه که من و شما مثلا کجا برسیم و چه کاری رو انجام بدیم. به عنوان مثال القابی رو به من و شما میده. من کشته مرده این القاب بودم دیگه، خیلی باحالم. حالا من به شما بگم اون زمان حالا نوجوانی جوانی من، آقا جان و خانم محترم موسیقی مینواختی بهت میگفتن شده مطرب. خیلی جالبه، موسیقی هنره. ورزش میکردیم میگفتن لات شدی. روشن فکر میشدی فاسد. خنده رو میشدی چه بدونم بدکاره. فقیر میشی بدبختی. بی سواد باشی که هیچی، میشی امور. یتیم هم که باشی آخرت تو رو چنان نبوت میکنن، میگن که یا معتاد میشه یا قاچاقچی. و ببینید اینها برداشت های مختلفی است که شاید امروز هم در اون اجتماع و در این اجتماع به وجود بیاد و باشه. من صحبت از فرهنگ فقط کشورمون رو نمی کنم. من دارم صحبتی رو می کنم که در تمام کشورها این وجود داره. خیلی وقتا این ما هستیم که به خاطر دیگران داریم زندگی می کنیم. من دیدم این رو، حتی در زمان گذشته خودم دیدم. بعضی وقتا هم هنوز می بینم که بالاخره در ارتباط با دیگران بالاخره یه خود نشان دادنی وجود داره. خیلی وقتا اینه که برای دیگران گویا زندگی میکنیم، نه برای خودمون. دیگران چی خواهند گفت؟ دیگران اینو خواهند گفت، دیگران اونو خواهند. ببینید اینا هستش که در تعریفاتی که دیگران نسبت به من نوعی میکنن من ضربه میخورم، من آسیب میبینم. و چرا رو به اعتیاد میارم؟ چون میخوام فرار کنم. یکی از دلایلی که یک شخص معتاد میشه هم میخواد از خودش فرار کنه و هم میخواد از اجتماع فرار بکنه. نهایتا میخواد حال بکنه که از این دنیا خارج بشه، برای دقیقه، چند دقیقه، 1 ساعت 2 ساعت خودشو خارج از همه اینها ببینه و این باعث ناامیدی و بدبختی میشه. آیا شما تا حالا آسیب از تعریف دیگران در زندگیتون شدید؟ آیا همچین اتفاقی افتاده؟ آیا تا حالا شما شده که جلوی آینه بیستید و به خودتون نگاه بکنید؟ من میخوام امشب خواهش کنم که این کارو بکنید. لطفاً من وقتی که به آینه نگاه بکنم به دماغم نگاه نکنم، به چشم نگاه نکنم، به موهام نگاه نکنم، به گوش و نمیدونم شکل ساختاری صورتم نگاه نکنم. به آنی که من هستم در درون نگاه بکنم. ببینید آنی رو که اسمش رو گذاشتن میلتن، چون اسم منو گذاشتن میلتن دیگه، من که نمیدونستم این اسم خواهند گذاشت یا نه. باور میکنید که در این راستا و آن چیزی که از کلام خدا فهمیدم، من میلتن این رو نمیبینم. این یک بدنی است که به من داده شده، خدا رو شکر میکنم براش که این بدن داره برای من کار میکنه. من میلتن رو یه چیز دیگه میبینم. آنی که در درون من هست اوست میلتن. و خدا را وقتی که میگه نظر به ظاهر نیست، خدا خدایی است که با درون شما و من کار داره. اینجاست که لازمه خودمون رو به آینه‌ای ببریم و نگاهی به خودمون بندازیم. بیاین یه نگاهی، خواهش میکنم یه نگاهی با هم به آینه بندازیم. مادر میگه قربون اون خنده هات، قهقه هاتو کجا گم کردی عزیز دردونه مادر. خواهر بزرگه میگه اون بچه تخسی که با 2 چشم معصوم و درشتش دنیا رو به هم میریخت کجاست؟
کجا دستش رو رها کردی؟ معلم ادبیات میگه اون شاعر عاشقانه های بی سر و ته روی کدوم بوم جا موند و خوابش برد. همسایه کوچه پشتی و همراه بیخوابی های من بود که فندک رو کشید زیر سیگار، اما منو آتیش زد. بعد سیگار شد پایه شب‌های عاشقی نوشتن و بیخوابی. بعدش سنگین‌تر و دنیا یعنی خواب آشفتگی، خواب و بیداری، معلق میان زمین و آسمون یا بیقرار دنبال یه نخود آرامش سیاه که تو رو به تعلیق سپید برسونه و همه رو از یادت ببره، همه خوبیا و بدیا رو. اگه با این حال و روز من آشنا نباشی، حتما با این تصویر آشنایی که روبروی یه آینه قدی زنگ زده وایسادی و تو چشای گود رفته سیاهت نگاه میکنی و میپرسی کی هستی تو؟ با خودت چی کار کردی؟ کی هستی؟ یا میزنیم آینه رو میشکنیم رفیق، یا خودم و خودت رو میشکنیم دوباره بلند میشیم. به به چقدر زیبا. من واقعا لذت میبرم و بردم. عمیق باید نگاه کرد و این عمق نگاه ما وقتی که هم شکسته باشه دوباره ما رو بازسازی خواهد کرد. فکر میکنم برادر عزیزم جواد پشت خط هستن اگه اشتباه نکنم. الو؟ سلام عرض میکنم. الو؟ بله صداتون رو دارم. جواد جان شما هستید؟ بله سلام عرض میکنم خدمت شما برادر بزرگوارم میلکن و از برنامه خوبتون میخواستم که تشکر کنم و در مورد موضوع برنامه میخواستم که آنچه که من در طول سالهای عمرم تجربه کردم و تجربه کردم رو با شما به مشارکت میذارم. بفرمایید. میدونید من اسارت مواد مخدر واقعا ویران کننده است ولی اینکه من کیستم، من همیشه به عنوان یک کسی که مواد مصرف میکردم فکر می‌کردم که آدم منحصر به فردی هم که هیچکی نمیتونه منو درک کنه و احساساتم رو نمیتونستم با دیگران در میون بذارم، افکارم رو نمیتونستم بیان کنم. این باعث شد که دور خودم یک حصاری بکشم. ترس‌هام و شکست‌های متوالی در تصمیم گیری‌هام باعث شد که من آدمی بشم که همه منو از خودشون برونم، یک آدمی که کاملا اجازه صمیمیت و دوستی رو نمیده به دیگران، به خاطر اینکه میترسه دیگران از غیرش، از اون بدیهاش، از اون ناراسیهاش آگاه بشن و اون ترک کنن و این باعث شد که همیشه منزوی و تنها بشن و از همه جا رونده و از همه جا مونده باشن.
اما زمانی که با محبت خدا آشنا شدم و فهمیدم که منو با این خصوصیاتم و با این شخصیتم خدا دوست داره، اونجا بود که اجازه دادم که نور خدا به قلبم بتابه و فهمیدم که خدا برای من 2016 سال پیش اسیری ها رو به اسارت برده و هیچ چیزی امروز وجود نداره که من تحت اسارت خودش بگیره. اینجا جایی بود که من فهمیدم که میتونم خودم رو بپذیرم، من یک انسانم با تمام ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و اینکه همه انسان‌ها ضعف دارن، همه انسان‌ها ترس دارن و همه انسان‌ها تو خیلی زمینه‌ها مشکل و ایراد دارن. اما چون ما توی جامعه بزرگ شدم که جامعه ما اینطوریه که همه دنبال به خاطر باورهای گذشته ما همه فکر می‌کنن که ما باید کامل باشیم، اما یادمون نره که ما یک انسان با شرایط و ویژگی‌های خاص خودمون و خدا دقیقاً برای ما وقت صرف کرده که ما رو با این خصوصیات خلق کنه، اما ما از اون چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته متأسفانه دور افتادیم و در مسیح متوجه این محبت خدا شدیم که خدا من گم شده و همه جا مونده و مونده رو با آغوش باز اتفاقاً با محبتی که هیچ جایی من سراغ نداشتم که من خانواده‌ام منو خودش راه نمیدادن، یعنی خواهرم از من خواهش می‌کرد که تو رو خدا نیا، آبرو که شوهرم میره. پدر مادرم واقعا احتیاط دارن به نقطه رسید که پدرم حقیقتا خوست برنج دستش بود و میگه که خوش آبروی من دیگه نره، یعنی خانواده دیگه قتل امید کرده بودن برای دیگه جواب عوض نمیشه، هیچ امیدی به من نشد. اینجا بود که خدا وارد من شد و محبتش باعث شد که این من ترسوی پر از ضعف و نقص رو تغییر بده، زندگیم رو عوض کنه و شخصیت منو به اون هویتی که اون برای من در نظر گرفته برسونه و این مسیری که من باید برم. من امروز تجربه انسانی هم خطاکار، پر از اشتباه، اما فیض خدا رو پذیرفتم برای خودم و دارم به صورت فقط برای امروز به صورت روزانه تلاش میکنم که در اراده خدا زندگی کنم و هر روز که این کارو کردم از اون معنی فاصله گرفتم و به اون هویتی که خدا برام در نظر داره نزدیک‌تر میشم. آمین. ممنون از برنامه‌تون. بعداً می‌خواستم بگم که ما حقیقتا تو ایران خیلی سخته برای ما تماس گرفتن با برنامه شما. خیلی از دوستان میگن که می‌خوام با شما تماس بگیرن اما شرایط جوریه که نمیشه، یعنی تلفن‌های ما دچار اشکالات خاصی میشه، شنود میشه و اتفاقاتی که میدونم که شما بهتر از من میدونین میفته برای ما، ولی ما از برنامه‌تون استفاده می‌کنیم. خدا بهتون برکت بده. باعث بنای ما و خیلی از بچه‌هایی هستیم که از اسارت اعتیاد رها شدن یا در اسارت اعتیاد هستن. فکر می‌کنم از شما رو به دست پاسخ مسیح می‌سپارم. خدا برکتت بده آقای جواد. اگه تا حالا دیگه وصل شدی به ما، منم راحت نکنم اگر امکان داره برات. فقط می‌خواستم ببینم که آیا از اطرافیان چه آسیب، زمانی که بالاخره شما آسیب دیده بودید، از اطرافیان به طور مخصوص چه آسیبی رو دیدی؟ میتونی در یکی دو جمله بگی و بعد میدونم که وضعیت شما رو، شرایطتون رو درک میکنم. بفرمایید. جواد جان با من هستی؟ خب مثل اینکه تلفن رو قطع شده. خیلی خب باشه، هیچ اشکال نداره. آیا کسی دیگه میتونه این جواب رو به من بده که واقعا از نه فقط خودمون به خودمون آسیب زدیم ولی از دیگران هم آسیب دیده هستیم؟ پس این برنامه ببینید برای شما عزیزان هستش و ما باید با این نگاه بکنیم به خودمون و وضعیت زندگی خودمون. این گفتار واقعا زیباست، این گفتار عالی بود. وقتی که به عمق خودمون نگاه بکنیم، اگر هم شکسته باشیم، این خدا میاد این شکستگی رو جمع میکنه، دوباره برمیگردونه به ما. شخصیت من، قلب من، وجود من، زیرا خدا و فقط خدا امید هست. اجازه بدید من چند تا پیامکی که اینجا اومده خدمتتون بخونم خیلی سریع. ورونیکای عزیز فرمودن با درود به برادر میلتن، با درود به شما همچنین. فرمودن در رابطه با من کی هستم؟ من فرزند خدای زنده،
فرزند روح القدس و پدر آسمانی هستم. آمین. خب این یک شناسایی جدید به وجود اومده و خدا را شکر. و از اجازه بدید ببینم از کی این رو داریم. بله حالا میاد. و از شاهرخ عزیز که میفرمایند، میگویند در ناامیدی بسی امید هست، که این ضرب المثل بله شاهرخ جان معروفه. اما آقای شاهرخ میفرمایند من میگویم در مسیح جای ناامیدی نیست. واقعیتش مسیح برای ما امید هست، زیرا او امید را برای همه ما واقعا آورده. و همچنین خواهر عزیز ما فرح خانم فرمودن با سلام و خسته نباشید. بعدم میتونم تعریف من از این موضوع برنامه میتونم بگم که هر آدمی آدم نیست. آدم بودن اینه که باید هر روز خودتو کنترل کنی و مراقب خودت باشی. کاری نکنی برای جلب توجه همه که بگم به به من تا الان نگفتم آدم خوبی هستم، و هر کس هم به من میگوید خب من به اونا میگم که شما خوب هستید، من خوب نیستم. همیشه هم به بچه‌هام گفتم من تجربه برای شما هستم. کارهایی که انجام دادم اگر خوب نبوده شما انجام ندهید. حال نمیدونم تعریف من درسته یا نه. در آخر هم برای پسر عزیزشون امین خواستن دعا کنن که در بخش وقت دعا حتما دعا خواهیم کرد. فرج جان کاملا هم درسته. واقعیتش اینه. بله درسته که ما ممکنه بعضی وقتا از اون ساختار آدمی شخصیت انسانی دور باشیم، ولی بیایید واقعیتش ببینیم، درک بکنیم همدیگر. آیا تلفن داریم؟ من چون که صدا ندارم در گوشم ببخشید من متوجه نمیشم. اگر داریم که خیلی خب برای من ادامه میدم. الو الو سلام عرض میکنم. ببخشید من متوجه نشدم که شما زنگ زدید. جانم صداتون نامفهومه. ببخشید صداتون خیلی نامفهومه، قطع و وصل. میشه خواهش کنم دوباره با ما تماس بگیرید؟ ببخشید عذر میخوام. خب تا بیننده عزیز دوباره زنگ بزنن چون صدا نامفهوم بود و یه مشکلی پیش اومده بود و من ادامه بدم تا عزیز دوباره وصل بشن. ولی منظورم اینه که ببینید بله شما میدونید من میدونم خیلی وقتا میدونیم که خیلی ها در راستای اون شخصیت آدمی درست نمیرن. چرا ما نمونه نباشیم؟ چرا ما نمونه نباشیم برای اینکه شهادت بدیم؟ جواد عزیز که تشکر میکنم ازت جواد جان برای شهادت زیبایی که دادی. خب از شخصیت خودشون دارن تعریف میکنن، باکی ندارن و اصلا براش مهم نیست که مردم حالا چی فکر خواهند کرد که بگن من یک زمانی معتاد بودم، همچنان که من باکی ندارم و میگم که یک زمانی چی بودم. اما وقتی که برخورد میکنی آن رابطت، ملاقاتت با یک انسان کامل، اون وقت کاملا عوض میشی. با توجه به صحبت‌هایی که کردیم، با توجه به مطالبی که خوندیم، فرح جان خیلی ممنون هستم برای شما شاهرخ عزیز برای پیامکتون و ورونیکای عزیز. واقعیتش وقتی که همه اینها در اجتماع ما وجود داره آن وقت ما باید خودمون رو بسازیم. مثل اینکه تلفن وصل شد اگه اشتباه نمی کنم. الو سلام کشش میکنه عزیز. سلام، بله صدای شما رو خیلی عالی دارم. درود بر شما. و ممنونم و متشکرم به خاطر برنامه خوبتون. میخواستم چند تا مثال از مشکلاتی که ما تو ایران داریم و باعث ناامیدیمون میشه که شما فرمودید بزنم که ببینید. مثلا من الان به من نوعی مثلا از یه شرکت خودروسازی یعنی این پول رو داشتم رفتم خودروی صفر گرفتم. هزاران مشکل تو گرفتن خودرو داشتم. حالا بماند خودروی صفرمون 1000 تا مشکل داشته. یعنی به طور خیلی خلاصه میخوام بگم که ما در ایران با چالش‌های بسیار زیادی انواع و اقسام چالش‌ها متأسفانه من نوعی روبرو هستم که واقعا چون که نه پارتی دارم، نه هوش سرشاری دارم، نه به قول معروف
آدم خجالتی هستم کلا. یعنی افرادی که مثل من هستن تو جامعه‌ای که چالش بسیار زیادی داره تو ایران واقعا لطمه میخورن. من مثلا همکاری دارم که به قول معروف یه ریشی دارن و جای مهر تو پیشونیشون و کلی دوست آشنا و رفیق دارن، با همون پارتی ها همه جور کارشون رو جلو میبرن. ولی من که اون توانایی رو ندارم واقعا همیشه احساس سرخوردگی میکنم تو این جامعه. همه جوره، یعنی ما هر کاری میخوایم بکنیم هزاران مدل انواع اقسام مشکلات رو متاسفانه داریم و وقتی احساس ناتوانی میکنیم خب خیلی از انسان ها متاسفانه به مواد مخدر کشیده میشن تو همچین جامعه هایی که خیلی سخته توشون زندگی کردن عادی و حرکات عادی داشتن واقعا سخته. خب برای اینکه این خلاها رو، این کمبودها رو پر کنن متاسفانه خیلی از جوونا ممکنه به خاطر اینکه این عالم فکری رو برطرف بکنن به سمت مواد مخدر کشیده میشن. و یه مقدارش هم شاید به خاطر این باشه که ما مثلا کلا تو جامعه ما روانشناسی یا روانپزشکی اصلا جایگاهی نداره. یعنی من خودم مثلا وقتی خیلی مشکل به فشار میاد مثلا هفته‌ای یه دونه مثلا یه نصف قرص دیازپام میخورم و به اون وسیله میتونم بخوابم، راحت بخوابم که مثلا خواب خوبی داشته باشم، فردا بتونم با قدرت توان بیشتری کارم رو انجام بدم. ولی متاسفانه با این مدل قرص‌های آرامبخش به هیچ عنوان، یعنی مردم مثلا اینو بد میدونن که مطرح کنن آقا مثلا من یه نصف قرص دیازپام میخورم مثلا میخوابم، یه انگ‌های مختلفی زده میشه. اینه که متاسفانه افراد چون که هیچ گونه اطلاعاتی نسبت به قرص‌های روانپزشکی، قرص‌هایی که تو این مشکلات میتونه آدم آروم بکنه ندارن، متاسفانه یک دیگه از دلایل این که به سمت اعتیاد کشیده میشن همین عدم آشنایی با به حال این مسائل. من خودم هم مشکلاتم واقعا با خدا، اگر واقعا خدا کنار من نبود واقعا کم می‌آوردم تو این مشکلات و از خدا واقعا، یعنی واقعا مثل دوست کنار من وایساده خداوند و تو این مشکلات هر روز به روز ما با این مشکلات چالش داریم و چالش داریم و به قول معروف و خدا خیلی کمک میکنه و خورد هر روز این مسائل میجنگیم، حالا یا میخوریم یا میزنیم، ولی در کل خداوند تا حالا ما رو هر روز از این مشکلات عبور داده. یعنی زندگی سختیه خلاص اینجا که انسانی که ضعیف باشه مثل بنده و ظریف‌هوشی بالایی نداشته باشه، دست این برانور نداشته باشه، پارتی نداشته باشه، دوست و رفیق زیاد نداشته باشه، متاسفانه با انواع یعنی تنهاست این جامعه. و واقعا اگه خدا نبود من تا حالا هزاران بار شکسته شده بودم، خرد شده بودم. ممنونم چه گفتن خلاصه صحبت کنید، وقت برنامه‌تون بیش از این نمیگیرم و متشکرم از برنامه خوبتون. اختیار دارید سوالی ندارید که بنده رفع زحمت کنم. اختیار دارید. خیلی ممنونم از تماستون، خدا برکتتون بده و تشکر میکنم از فرمایشاتتون و خود تلفن شما نشون میده که چه آسیب‌هایی دیدید در این مورد. خیلی ممنون هستم، خدا برکتتون بده. خدا رو شکر. میبینید بینندگان عزیز، واقعیته، حتی انقدر واقعیته که من اگر یک قرص چه بدونم روان درمانی آرام بخشی بخورم ترس دارم که مردم به چی خواهند گفت. اجازه بدید یک ویدیو کلیپی با هم دیگه ببینیم، شما هم یه استراحتی بکنید، فکراتون رو بکنید و بعد برمیگردیم. برای دقایق چند متاسفانه زیاد نداریم به برنامه. شبان من تو هستی، محتاج نخواهم بود. وقتی نور راهم تو هستی، بینا خواهم بود. وقتی شبان من تو هستی، محتاج نخواهم بود. وقتی نور راهم تو هستی، بینا خواهم بود. ای توی عشق جاودانم، هادی راهم هستی. ای توی ناجی جسم و جانم، آرین نجات تو هستی. تو عشق و یار من
همیشه تو درمان دردم الشدای روحت در من همیشه تو عشق و یار من در تنهایی با من هستی همیشه تو درمان دردم الشدای روحت در من همیشه شبان من تو هستی محتاج نخواهم بود وقتی نور راهم تو هستی بینا خواهم بود ای توی عشق جاودانم هادی راهم هستی ای توی ناجی جسم و جانم پاری نجات تو هستی تو عشق و یار من در تنهایی با من هستی همیشه تو درمان دردم الشدای روحت در من همیشه تو عشق و یار من در تنهایی با من هستی همیشه تو درمان دردم الشدای روحت در من همیشه روحت در من همیشه روحت در من همیشه. خب بینندگان عزیز شما بیننده برنامه ندای امید هستید. شاهرخ جان سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سلام برادر میرسن، خسته نباشید. سلام شاهرخ بسیار عزیز و گرامی، خیلی دلم برات تنگ شده بود. همچنین ممنونم که وقت رو من دادید. برادر میرسن در مورد من کی هستم من اینو بگم، من آدمی که ایمان داره و ایمان به مسیح داره یه جمله یک کلمه جواب شه من فرزند خدا هستم. شکر برنامه مسیح آمین. ولی اونایی که ایمان هنوز نیاوردن به عیسی مسیح پیشنهاد میکنم برای اینکه بهتر خودشونو بشناسن این سوال از خودشون بپرسن و جوابش رو تو کتاب مقدس پیدا کنن. خیلی ساده و روون میگه که آدم از اینکه بعد خورد و از باغ عدن بیرون شد و شریعت نتونست حائل بین آدمیت و بین نیک و بد بشه. شریعت نتونست صلح و صفا بین نیک و بد برقرار کنه تا اینکه خدا خودش چشم پوشید، خدا خودش روی زمین اومد و طریقه با خوبی ها زیستن و از بدی ها دوری کردن و به ما نشون داد و گفت در این گونه که باشید فرزند منید. گفت به غلام هم جلو در بایستا ولی من به شما میگم داخل شید بیاید نزد من بنشینید. من در دست راست پدر نشستم و جا برای همه شما هست. آمین. خب حالا من از شما میپرسم من کیستم؟ خب من فرزند خدا هستم. آمین. ولی مادامی که با کتاب مقدس آشنا نشیم باور کنید خوابیم، گیجیم. نه اینکه خودمون نمیشناسیم، دنیای دور برمون هم نمیشناسیم، نمیدونیم که خودمون کی هستیم، نمیدونیم بغل دستیمون کیه. بله. ولی کتاب مقدس خیلی سریع و روان ما رو از ازل آشنا میکنه تا حالا که ما دنیا اومدیم و به ما مثل یه صفحه تلویزیونی نشون میده که پدرت چی بوده، جدت چی بوده.
خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب و نهایتا روح القدس به ما هدیه میده که حائل این نیک و بد باشه. این هیچ راهی نداره انسان که بتونه وارد ملکوت بشه، چون قسمتی از وجودش بده، قسمتی از وجودش خوبه، نکات ضعف داره، نکات قوت داره و تنها چیزی که قدرت عمل به انسان میده همون مدافعیه که پدرمون عیسی مسیح گفت من میرم برای شما، شما قدرتی بر شیطان ندارید، من برای شما مدافع میفرستم. بله، آمین. حالا من با اون مدافع خودم و فرزند خدا میدونم برادر میرسم. از اینکه وقت رو من ندیدم ممنونتونم. خدا نگهدار. خیلی ممنون هستم آقای شاهرخ، تشکر میکنم برای صحبت جامع و بسیار عالی شما که این ساختار برنامه آینده ما خواهد بود به فیض خدا. چون وقت خیلی کم هست من نمیتونم مابقی رو ادامه بدم، ولی از شما بینندگان عزیز هم برای پیامک‌هاتون هم برای تلفناتون واقعا تشکر میکنم. خدا برکتتون بده. در برنامه‌های آینده بیشتر این موضوعات رو با هم دیگه خواهیم شکافت. اما در این چند دقیقه کمی که مونده اجازه بدید که با هم دعا بکنیم. دعای شما خیلی اهمیت داره و در اون آخرین دقایق من دوباره تکرار خواهم کرد که شما عزیزان که میتونید تکرار برنامه رو هم نگاه بکنید. پس با هم دعا کنیم لطفاً. پدر آسمانی، درخواست مژگان عزیز رو به حضور مبارکت میارم برای سلامتی موفقیتشون و برای بهراد و همچنین خودشون در نام عیسی مسیح. همچنین برای شفای چشم مادر سپیده عزیز و برای قوت روحانی و جسمانی خودشان دعا میکنم به قوت نام مسیح عزیز. برای محافظت خداوند از پسر خانم مرجان دعا میکنیم ای خداوند و ایمان داریم که محافظت از تو باید باشه در هر راستایی که هستن. دل این مادر رو شادمان بساز. برای برکات مالی برطرف شدن مشکلات آقای سرژیک دعا میکنیم و به نام عیسی مسیح میخواهیم از آن غنای خودت ای خداوند عزیز سرژیک رو سرشار بسازی. برای مهیا شدن کار برای آقای محمد رضا و خواهرشان درخواست خانم زهرا رو به حضور مبارکت میارم ای خداوند و دعا میکنیم که کار مناسب برای ایشان پیش بیاد ای خداوند تا زندگی خودشون رو با آرامش به پیش ببرن. برای رشد ایمانی خانم محبوب دعا میکنیم در نام عیسی مسیح. به ایمانی که به تو دارن تو رو شکر میکنیم و ایمان داریم که دست او را بیشتر از اینها خواهی گرفت. برای زندگی الکس و مریم درخواست خانم راهی رو به حضورت میارم ای خداوند و دعا میکنیم که آن دست زورآور و آن هدایت روح تو در زندگی این عزیزان رو کمک بکنه. برای شفای ابراهیم و ازدواج و مهاجرت آقای آرمان و خودشان که درخواست شکیبا خانم هستن به حضور مبارکت میاریم. ازدواج خداوند در اراده توست. مهاجرت این عزیزان راه رو برای این عزیزان باز کن. برای پسر خانم فرح خانم آقای امین دعا میکنیم برای تحصیلاتشان در اونجا جای دیگر خداوند تو او را هدایت کن به نام مسیح. برای مهران عزیز برای قوی‌تر شدن آقای علی در ایمانشان در اصل دعا میکنیم ای خداوند ایمان علی را بیشتر از اینها خداوند عزیز تقویت بده. و همچنین درخواست آقای مهدی برای برکت و پیشرفت کلیسای ماتیسا فکر کنم در ترکیه، برکت برای ایرانیان ساکن در ترکیه و آرامش روحی و روانی همه پناهندگان. خداوند عزیز آنها را به حضور مبارک تو میاریم. همه ما پناهندگان تو بودیم که به ما امید بخشیدی. در نام خداوندمون عیسی مسیح برای جلال اکرام نام تو میطلبیم. آمین. آمین و پرجلال باد نام مسیح زنده. تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه ندای امید بودید عزیزان. به فیض خداوند که بتونیم از این طریق واقعا شما رو کمک بکنیم، شما هم ما رو کمک بکنید. شما فکر نکنید ما به اون اوج نهایی رسیدیم، نه، خیلی با هم دیگه کار داریم. برای همین هم هستش این برنامه برای شماست. تکرار برنامه زنده امشب رو فردا میتونید ساعت 10:30 صبح و پس فردا جمعه 3 بامداد تماشا کنید و البته میتونید بعداً در یوتیوب هم دنباله این برنامه ها رو نگاه بکنید. شما رو میخوام با تمام قلب و وجودم به خداوندی که امید بخش است بسپارم. هفته پر از برکتی داشته باشید. با یک برنامه دیگه، یک چهارشنبه دیگه در خدمت شما خواهم بود. اما برای ما همواره در دعا باشید. یادتون باشه در فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال بکنید. خدا برکتتون بده. شب خوش و آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. شب بخیر.